گزینه مموری HDD States برای نمایش نصب بودن هارد دیسک و یا اطلاعات هارد دیسک می باشد. برای این کار وارد حالت سرویس مود بشید. گزینه State Confirmation و گزینه Memory HDD States. در اینجا ما نصب بودن هارد رو ببینیم. اگر هارد رو فعال کردیم به صورت اتوماتیک خواهد شناخت. ما سایز هارد رو داریم اینجا، مقدار فضایی که به ما داده و ست بودن هارد رو داریم.